با سلامی صبحگاهی به بیننده دائمی رادیوی آزادی، امیدوارم که خوب و خوش هستید و روزهای رمضانی رو به خوبی پشت سر میکنید و حالا آماده هستید که مهمترین خبرها رو از تاجیکستان از زبان من بشنوید. خب منم در اینجا چند خبری رو برای شما آماده کردم که میخواهم به سهم شما برسونم و البته بازم شروع میکنم از مناقشه که چند روز پیش در مرز تاجیکستان و قرقیزستان با وقوع پیوسته بود و دیروز مقامات بلندپایه مرزبانی دو کشور با هم در این رابطه گفتگو کردند. مقامات ولایت سوق ملاقات رهبران نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان را امیدوار کننده نامیدند. از جمله رستم رحمتزاده معاون اول رئیس ولایت سوق گفت جانب تاجیکستان طرفدار خوب باقی ماندن مناسبت با همسایه ها است، ولی رحمتزاده افزود ظاهرا از جانب مرزبانان قرقیز طی چند وقت اخیر هنگامه جویی به نظر می رسد، اما دو طرف تلاش کرده ایستادند که به اغوا دادن نشوند. در عین زمان این مصاحبه رادیوی آزادی میگوید محلی که در اونجا بحث شد خاک تاجیکستان است و آن میدان فوتبال یک مکتب نویه باباجان غفور می باشد، ولی یک منبع رادیو آزادی میگوید در ملاقات دو طرف هیچ یک جانب گناهکار بودن خود در سر زدن مناقشه را اعتراف نکردند. و همین چند لحظه پیش خبر یافتیم که قرقیزستان از تحقیق مشترک قضیه نیزوی مرزبانان با تاجیکستان خودداری کرده است. یعنی این به آن معنی است که جانب تاجیکستان تحقیقات را مستقلانه انجام میدهد و نتیجه آن را بعداً همین طور مستقلانه اعلام خواهد کرد. خب یادآور میشوم که نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان 5 ایون با نشر اظهارات گفت که جانب قرقیزستان 3 مرزبان تاجیک را دستگیر و آنها را لط و کوب کردند. عین زمان طرف قرقیزستان هم انگشت اتهام به سوی تاجیکان بلند کرد و گفت که سربازان تاجیک خودسرانه به قلمرو آن کشور وارد شدند و یکی از ثبت‌های این زد و خورد مرزبانان در شبکه‌های اجتماعی هم راه یافت و باعث بحث زیاد هم شد و تا حالا هم این بحث‌ها ادامه دارد. اخیراً جانب قرقیزستان اعلام کرد که در منطقه‌های بحثناک مرز با تاجیکستان بیش از 70 دوربین نظارتی نصب می‌کند تا عاملان نیزوهای نزد مرزی تحقیق و پیشگیری کرده شود. و باید بگم که بگاه دیروز در قهوه‌خانه معروف میروه واقع در مرکز شهر دوشنبه سوختار به عمل آمد و مسئولین و مقامات میگویند که هیچ نفری در این حادثه آسیب ندیده است. تحقیق سبب‌های سوختار در یکی از معروف‌ترین نقطه‌های غذاخوری شهر دوشنبه از دیروز شروع شده است و فرضیه اول هم رسیدگی ناقل برق میباشد. با گفته شاهدان عینی 4 ماشین آتش خاموش کنی و 2 ماشین آبکش برای فرو نشاندن سوختار به محل آمده بودند و خود همکاران ما نیز این جریان را نوار گرفتند و شما نوار را میتوانید در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب تماشا کنید. در این زمینه عمرجان اوملی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که به احتمال زیاد آتش سوزی از آویزه تبلیغاتی بالای درآمدگاه میروه سر زده است و دود آن تا داخل تالار قهوه‌خانه و خانه‌های استقامتی این بنا فرا رفته است، ولی هیچ ضرری جدی رسانده نشده است. و باید بگم که میروه یک آشخانه معروف ترکی در شهر دوشنبه است و از اولهای سالهای 2000 در پایتخت فعالیت میکند و این آشخانه در یکی از محلها و خیابانهای سرآدم شهر دوشنبه جایگیر است و خیلی سرمشتری هم میباشد و سوختار در این قهوه‌خانه مشهور شهر دوشنبه در حال رخ داد که اگر در خاطر داشته باشید شنبه گذشته سلطان کبیر یکی از کلانترین بازارهای دوشنبه هم به کامی آتش رفت و چند روز پیشتر از این در کارخانه دوزندگی سومن که برای حربیان لباس آماده میکرد واقع در کوچه به نام سفرعلی رجب که آن هم در مرکز شهر دوشنبه است و در نزدیکی قهوه‌خانه میروه است سوختار به عمل آمده بود. خبر دیگری من مربوط به راه دوشنبه چناق است. شرکت ایرس مسئول نگهبانی این شهر را تصمیم گرفته است که تا آغاز موسم بارش شد 171 کیلومتر این راه را پوره تعمیر کند. دلیر عبدالله سخنگوی این شرکت میگوید که علاقه بازسازی را در ولایت سوخت و ناحیه ورزاب آغاز شد و روزهای نزدیک کارهای تعمیری در وادی زرافشانی شروع می شود. برای این کار 181 عدد تکنیکای پراقتدار جلب شده است و
سه کارخانه اسفالتبرداری شرکت اقتداری در یک ساعت تولید تا 70 تن اسفالت رو دارد. ضمناً خاطررسان میکنم که روز دوم ایون در 138 کیلومتر راه دوشنبه چنوق در حدود دهه خوشکت ناحیه عینی تقریبا 35 متر راه پورا فرو رفت. درباره سرنوشت این قطعه تخریب شده راه دلیر عبدالله گفت که راه برقرار کرده شد و حرکت نقلیات توسط آن تامین است. اما رهبریت شرکت تصمیم گرفتند زیربنای این قطعه راه را قوی تر سازند و پهنای آن نیز زیاد کرده می شود. خب مصاحبه رادیو آزادی باور میکنند که بعد از منفرد شدن قطعه راه خبرهای مهم روز منتظرم.